نزدیک شدن دختر و پسر. فرض کنید اون دو تا دختر پسری که اون پایینن با یه نگاه به هم علاقه‌مند میشن. علاقهشون کم کم بیشتر میشه یا علاقهشون یه جا وای میسه. یکم پیام بازی میکنن، SMS بازی میکنن، با هم آشنا میشن، علاقه بیشتر 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 تا یه جایی که به هم گل میدن و عاشق هم میشن و این داستانا. سوال: آیا دو تا دختر پسری که عاشق هم شدن میتونن بگن که خب حالا ما عاشق هم شدیم، بیا دوباره مثل قدیم دو تا دوست معمولی باشیم؟ هیچ وقت. اصلا مسخره از شدنی نیست. نزدیک شدن دختر و پسر یک نمودار سعودیه. یعنی این نزدیکی میتونه زیاد بشه، میتونه ثابت بشه، اما هیچ وقت مثل گذشته دیگه نمیتونه بشه. رفیق، بیایم برای عشق و عاشقی هم ارزش قائل بشیم. یا نزدیک کسی نشیم، کسی رو به بازی نگیریم، یا اگر نزدیک کسی شدیم بدونیم مسیر برگشتی نداریم. به اون کسی که دوستش داری بگو مسیر عشق رو به جلوه، دنده عقب نداریم. تمام.